بعد از 4 سال توقف قرار است هواپیماهای شرکت توجیک ایر برای مسافرکشانی دوباره پرواز کنند. تصمیم پروازهای شرکت در پی به اجاره گرفتن 2 هواپیمای یک شرکت ترکی حاصل شده است. موافقت با شروع نوزیران جسکت توجیک ایر روبرت جسکت توجیک ایر با شرکت هوایی سودوین روبرت شهر ترکیه اوید با اجاره گرفتن 2 هواپیما ایروبوس A330 و ایروبوس A321 شرطنامه را با امضا رسانید. در این زمان این 2 هواپیما برای به شهر دوشنبه آوردن تیار کرده شدند. در روزهای نزدیک جسکت توجیک با پروازهای خود آغاز می‌نماید. شرکت دولتی توجیک ایر چند سال اخیر با مشکل جدی مالی روبروست. از جمله در پی یک بحث دادگاهی از کارشریک لیتوانیش سکای رود لیزینگ 23 میلیون دلار قرض دارد. قرضی هست که داخلی، قرضی هست که بیرونی. از شرکت لیتوسی کمپانیا قرضی ما هست 23 میلیون. ما دوباره با سود مراجعه کردیم. با شرکت سکای رود شهر لیتوا با سود اثر با وای کردن دوباره ممکن که ما امیدواریم که سود بر طرف جسکت توجیک ایر حل شود. بعضی از هواپیماهای توجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. اکثر کارمندان شرکت در رخصتی بی‌مزد هستند. تحقیق رادیو آزادی نشان داد که توجیک ایر از اداره اندوز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرض دارد. کارشناسان با دوباره فعال شدن توجیک ایر چندان باور ندارند. البته اگر حکومت جدا تصمیم گرفته باشد مبلغ گذاری کند دارد امکان پرواز، اما من چندان باور ندارم که این کار عملی شود، چون چند صد و موجود است در راهیان. پیش از همه این پرسنل که جمع کردنش بسیار مشکل است، بخصوص خلبان ها که خریدار زیاد در جهان دارند. بعدا تا زمانی که توجیک ایر به یکی از افراد بسیار قدرتمند کشور تعلق نگیرد امکانی رقابت با توجیک ایر نخواهد داشت و اگر پرواز هم کرد یک روز حتما قطع میشود. با گذشت نیم سال رئیس توجیک ایر باری دیگر میگوید که ماه‌های آینده پروازها آغاز میشوند. مسئولان شرکت توجیک ایر میگویند بعد آغاز دوباره فعالیت شرکت پروازها را به سمت‌هایی که تعیین شده است انجام میدهند، اما سنه دقیق آغاز پروازها مشخص نیست و تا آن زمان آسمان برای توجیک ایر بسته میماند.